میگویم بعد فاتحه 2 سوره یا 3 سوره زیادتر ضم کردن اجازت است. بله در صحیح مسلم آمده است که حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه گفتند که یک شب به پیامبر صلی الله علیه و سلم اقتدا کردم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد سوره فاتحه سوره بقره خواندند، سپس سوره نساء خواندند، سپس سوره آل عمران خواندند. یعنی بعد فاتحه 3 سوره ضم کردند که اجازت است که انسان در یک رکعت زیاده از 1 سوره 2 سوره یا هر چقدر برای او میسر است یا اینکه هر چقدر برای او میسر شود همین قدر سوره ضم کردن اجازت است، مادامی که امام نباشد. اگر امام مسجد باشد پیامبر علیه السلام گفتند که کدامی از شما اگر امام باشد به مردم نماز سبک خواند، چون در قفای او بیمار هست، پیرمرد هست، شخصی کاردار هست و پیامبر صلی الله علیه و سلم گاه هم میخواستند نماز طولانی خوانند لیکن آواز گریه کودکی را میشنیدند در نماز و همچون مهربانی به مادرش نماز را کوتاه‌تر میخواندند که به مادرش تشویش نشود، مادرش نمازش را تمام کند و به کودکش روی آورد. این دلالت میکند که زنها و کودکها در زمان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد در نمازهای جماعت اشتراک میکردند و این حکم شریعت تا روز قیامت است. کسی حق ندارد که زنها و کودکها را از مسجدها منع کند. والله اعلم.